سرخط خبرها. در روسیه فیروریان از بسیج را روی خط میکنند. نجات یک زن جوانی که میخواست خودکشی کند. 50,000 سومونی جایزه برای اطلاع درباره محبوس فیروری. روز بخیر بیننده های گرامی، امیدوارم خوبید و نوید بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 29 سپتامبر است. رئیس думаи давлатии Русия Вячеслав Володин гуфт шаҳрвандонеро ки пас аз эъломи басеҷ ё мобилизатсия кишварро тарк мекунанд рӯй хат хоҳанд кард. Бино ба навиштаи нашрияи ҳукуматии Российская газета, Володин дақиқ нагуфт ки барои чӣ рӯй хат мекунанд ва танҳо гуфт масъалаҳое ҳастанд ки баъди баргашти чунин шаҳрвандон матраҳ хоҳанд шуд. Ба гуфтаи ӯ русиягиҳо аз басеҷ ба кишварҳои ҷомеаи иқтисодии Авроосиё ки Москав дар он ҷо суботро таъмин кардааст фирор мекунанд. Бештари русиягиҳое ки дар пайи эъломи басеҷ мехоҳанд кишварро тарк кунанд ба далели навбатпойиҳои зиёд дар марз мошинҳои худро гузошта берун мераванд. Дар ҳамин ҳол раиси думаи давлатии Русия пешниҳод кардааст ки ин мошинҳо ба хонаводаҳои ниёзмандон дода шавад. имрӯз 29 сентябр мурофиаи навбатии Абдулло Ғурбатӣ, яке аз рӯзноманигорони боздоштшудаи тоҷик дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳри Душанбе шурӯъ шуд. Дар ин бора пайвандони Абдулло ба Радиои Озодӣ хабар доданд. Ин мурофиаи дуввуми Ғурбатӣ буда. Дар мурофиаи аввал ки рӯзи 21 сентябр дар СИЗО баргузор шуд, танҳо ҳамсараш ба ҳайси шоҳид ширкат кард. Ба модари Абдулло наздикон ва рӯзноманигорон иҷоза надоданд ки дар мурофиа иштирок кунанд. Абдулло Ғурбатӣ рӯзи 15 июни имсол боздошт ва ба таҳқири намояндаи ҳокимият, истифодаи зӯроварӣ ба муқобили намояндаи ҳокимият ва иштирок дар фаъолияти созмонҳои мамнӯъ гумонбар шуд. Манобеъ боварбахш мегӯянд, Абдулло Ғурбатӣ дар бозпурсиҳо низ ҳамаи иттиҳомҳоро рад кардааст. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. از تلاشی یک جوانزنی ساکن شهر بختر که میخواست خود را از طبقه 16 بینای بلند آشانه در دوشنبه به پایان پرتاید جلوگیری شده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داده است که روز 28 سپتامبر خبر رسیده است که یک جوانزنی 25 ساله میخواهد خود را از تیره‌زای طبقه 16 به پایان پرتاید. با گفته این کمیته، گروهی زود عملی نجات دهندگان در شهر دوشنبه زود به جای حادثه رسیده توانستند او را نجات دهند. با سبب‌های اخلاقی اسم این جوانزن آشکار کرده نمی شود و همکنون کارمندان پلیس بررسی این حادثه را ادامه می دهند. طبق معلومات اولیه، یکی از سبب‌های این تصمیم ماجرای خانوادگی بوده است. نظر خود این زن درباره این تصمیمش دسترس نیست. قبل از ادامه برنامه توجه کنید به یک آگاهی. بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد نوید بامدادی ساعت 9 صبح به وقت دوشنبه و ساعت 7 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید. مقامات منطقه پریمورسک تصمیم گرفتن نرخ پاتنت یا اجازتنامه کار برای مهاجران را در سال 2023 بالا نبرند. این تصمیم اخیراً در جلسه مجلس قانونگذاری ولایت قبول کرده شده است. خبر می‌دهد خبرگزاری سپوتنیک. ارزش پاتنت کار برای کارگران خارجی در منطقه پریمورسک 6600 روبل را تشکیل می‌دهد. دلیل بالا نبردن نرخ پاتنت وضع فعلی اقتصادی گفته شده است. بسیاری از مهاجران میگویند درآمدی که آنها به دست میآورند با خرچ‌های حتمی که قانون‌های روسیه مقرر کرده است موافقت نمی‌کند و بالاروی نرخ پاتنت میتواند به جیبشان ضربه بزند. اخیراً مقامات تاجیکستان خبر داده بودند که شهروندان این کشور هر ماه در روسیه بیش از 4 میلیارد روبل پاتنت می‌سپارند. عین زمان روسیه بزرگترین کشور مهاجرپذیر و میزبانی صدها هزار مهاجر کاری تاجیک است. ضمناً در ادامه برنامه درباره یک مهاجرزن تاجیک قصه میکنیم که سالها باز در روسیه کار و زندگی میکند و با تأسیس گروهی در شبکه‌های اجتماعی عرض و شکایت زنان مهاجر را میشنود و برایشان کمک میکند. گزارش همکاران ما را درباره این زن همراه میبینیم. گلبهار که 10 سال اخیر در مسکو زندگی میکند و سختی‌های زیادی هجرت را از سر گذرانده است، حالا با کمک زنانی میرود که به تازگی مهاجر شده‌اند.
این زن با تأسیس گروه در شبکه‌های اجتماعی عرض و شکایت زنان مهاجر را می‌شنود و مشکل آنها رسیدگی می‌کند. با سلام مایل حتما تشکیلش میکنیم، جای خوش هم تشکیل میکنیم، همش تشکیل میکنیم ان شاء الله. دوستان و مهاجران دیگر را به کمک می‌خواند. یک کس به جای خواب میمونه، یک کس بیکار میمونه، ایکور تامین میکنیم، یک کس در جای خواب تامین میکنیم، خیلی دستگیری میکنیم، یک کس بیمار میشه، همه کسا دستگیری میکنیم، پول جمع میکنیم، طبابت میکنیم دختره. گلبهار میگوید زنان تاجیک در روسیه عذابی سخت دیده‌اند، ولی مشکل اقتصادی در وطن آنها را مجبور به صبر و طاقت میکند. زنها را مجبور میکنه که شوهراشون جدا میشوند، در تاجیکستان کار فعالیت کردن نمیتونن، رو به سوی مهاجرت میکنن که بیاین، شاید که در اینجا کار کنن، زندگیشون پیش برن، کتی فرزنداشون ناموس کنن، بیاین شاید فرزنداشون به پا خیزونن. نزاکت نزدیک 2 سال می شود در مسکو کار میکند. مزد کارش را به فریب از او گرفته‌اند. مجبور است برای روزگاری فرزندانش کار کند و در روسیه بماند. مثلا شما نمونه یک زن تاجیک هستید در مهاجرت در روسیه، میخواستم بگید که زن تاجیک در مهاجرت چی روزگار دارد؟ بسیار عذاب دارد زن تاجیک. در پشتی خیلی بعضی نامردها به فند فریب گرفتار میشه. بسیار روزگاری وزمین. خیلی کار یافتیم، شکرانه پروردگار. تو میریم پی کارمون. اکثریت زنان به دلایل مختلف نمیخواهند هویت خود را آشکار کنند. ترس از کارفرمایان روس و خویشاوندانشان در تاجیکستان است که نمیخواهند چهرهشان را نشان دهند. سرایوسط اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان برای ارائه اطلاع درباره احمدبек سعیدов محبوس فراری 50,000 سومونی مکافات پولی وعده کرده است. همچنین در شبکه‌های اجتماعی عکس احمدبek سعیدов را پهن کردند که در پایان آن اعلان پرداخت 50,000 سومونی مکافات پولی برای ارائه معلومات و رقم‌های تلفن گذاشته شده است. قبلا نیز وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر عکس محبوس فراری از ساکنان خواسته بود در عوض جایزه پولی خبری جای بودباش او را آشکار کنند. احمدبek سعیدов 35 ساله شب 18 به 19 август امسال از بازداشتگاه شهر دوشنبه فرار کرده است. سعیدов در آغاز ماه август امسال در قطار 12 کسی دیگر از روسیه به تاجیکستان استرداد شده به حمله غارتگرانه و تصرف مبلغ کلان در دنغره متهم است. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 29 سپتامبر را فرا می گیرد. 28 سپتامبر سال 1999 وزارت عدلیه تاجیکستان نانسمیت یا انجمن ملی رسانه‌های مستقل را به قید گرفت. این سازمان به قول برخی کارشناسان در حفظ و رشد آزادی بیان در کشور سهمی بزرگ گذاشت، ولی از سوی برای ناتوانیش در شکستن محدودیت‌های موجوده انتقاد شده است. رئیس انجمن نورالدین قرشیبایف گفته است بعد سال 2015 مطبوعات تاجیکستان دچار بحران شده، خود ژورنالیستان بیشتر به یاری حقوقی احتیاج دارند. 28 سپتامبر سال 2015 حقوقشناس و ادوکات معروف تاجیک بزرگمهر یاروف بازداشت شد. حبس او گویا با اتهام قلابی درست بعد اظهار آمادگیش به تأسیس کمیته دفاع از بازداشت شده های اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صورت گرفت که در تشکیل تلاش آشوب عبدالحلیم نظرزاده متهم شد، آنچه که خود حزب بپایه و اساس مینامد. در پی محاکمه های طولانی و ناشفاف پشت درهای بسته با یک قطار اتهامات از جمله تحقیر پرزیدنت یاروف به 28 سال زندان محکوم شد. حامیان بین المللی حقوق بشر یاروف را زندانی سیاسی نامیدند. 28 سپتامبر سال 1954 جامعه شناس تاجیک مظفر اولیموف تولد شده است. پروفسور و دکتر علوم تاریخ همراه با همسرش سعادت اولیمووا مرکز شرق، یکی از نخستین مؤسسه های مستقل نظرسنجی را در تاجیکستان تأسیس داده، تحولات اجتماعی و سیاسی کشور را تحقیق کرده است. نقش اولیموف در پژوهش مسائل مهاجرت کاری و پیشبینی تحولات اقتصادی کشور خیلی مهم دانسته می شود. بانک ملی تاجیکستان قرب سومونی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است.
бинандаи азиз, инҷо расидем ба поёни барномаи навиди бомдодӣ. Матлабҳои дигари моро метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ дар ин нишони ozodi.org пайгирӣ кунед. То суҳбати дигар дар ҳамин барнома. Хайр, худо нигаҳдор.